عزیزان من، شنیدم امروز شما هم از بچه های جوان هستید. ما امروز در توی ها صحبت میکنیم، در بالای تابوت صحبت میکنیم، در مسجد ها صحبت میکنیم. خیال میکنه دشمنای خدا آرامند، خیال میکنه دشمنای خدا از این رفتار ما خرسندن. نه، دشمنای خدا برای پیشگیری کردن این صحبت ها علکید نقشه کشیدیان. قانون نوی آزادی وجدان تهیه کردیان، با حکومت و پارلمان پیشنهاد کردیان. عزیزان من، در این قانون نو فقط امر معروف در مسجد در روز جمعه، در دیگر وقت ممنوع است. در دیگر وقت امر معروف جنایت حساب است. اگر این قانون از دست پارلمان های ما در خطای ما امضا شود و گذرد، دیگر کسانی امر معروف میکردگی جنایتکار حسابند. نزد قانون اونها را جزا میدهند. ببینه دولتی که امروزها جار از مسلمانی میزند، جار از جشن امام اعظم میزند، امروز برای پیشگیری دعوت چی چاره ها و چی قانون ها دیدیست. شما خاموش باشه، شما به دپوتاتان مراجعت کنی. عزیزان من، همون دپوتاتایی که داره به اونها مکتوب نویسه که جناب فلانی ما شما رو با اون میدیان وقتی آواز داده بودیم که دین ما را شریعت ما را مدافع میکنید، و الا این قانون امضا شود. اولش که کسی این امضا میکند وی دوزخی است، وی میخواهد دین خدا را پیشگیری کند اما نمیتواند. من بارها اعلام کردم، با میکنم که این دین اسلام دین است که از روزه که حبیب خدا محمد لا اله الا الله دشمن داشت، مشرکای مکه بودند، نتانستن پیش راش گیرند. چنگیزها نتانستن پیش راش گیرند، صلیبی های سرخ نتانستن پیش راش گیرند، 80 سال کمونیستا 120 میلیون کشتن نتانستن پیش راش گرفتن. امروز دموکرات ها نمیتونن گیرند. اگر مقصدشون محو اسلام باشد، اگر محوشت من کردنی دعوت باشه، والله من به اینها خطاب میکنم، به سرداراشون خطاب میکنم که زوری بهوده نزنن میانی خوشا میشکنند. انشالله. این است، این است حال ما مسلمان هایی که جشن امام اعظم پیش بگیریم. جشن امام اعظم روز دراز در تلویزیون از زبان کنلچا میشنویم. درباره امام اعظم که صحبت میکنه زنهای سرلوچ، زنهای کنلچ، زنهای کتیاب. حیف امام اعظم، حیف سیرتی